کتاب و آنگاه ژیژک واژک نوشت به قلم استاد آریو همتی، دیباچه‌ای وجود داره به قلم پرتوان استاد عالی جناب آرش آذرپیک. بخشی از اون رو به سمع و نظر شما عزیزان میرسونم. عالی جناب آذرپیک می‌فرمایند منظور من از پالایشگاه کلمات و گورستان کلمات یک چیز است، در دو ساحت متفاوت که همان حافظه میباشد. حافظه چیزی است دارای تمام آنچه ما به عنوان انسان در خود داریم. همه ماهیت‌های ما از کلمه اند و خانه کلمات حافظه است. ما چنانچه همواره کلیدواژگان شخصیتی، تربیتی، اعتقادی خود را از لایه‌های حافظه خویش بیرون آورده و مورد تحلیل قرار دهیم و پس از تحلیل و بازیابی دوباره به خانه بفرستیمشان، خیلی بهتر می‌توانیم مسیر زندگیمان را تعیین کنیم. نباید حافظه ما گورستان کلمات شود، زیرا در آن صورت با تفکرات مرده، شخصیت مرده، با دنیای درون و بیرون ارتباط می‌یابیم. اما اگر برخوردمان با حافظه همواره شبیه یک پالایشگاه و تصفیه‌گاه باشد، قصه چیز دیگری خواهد شد و این بار موفق می‌شویم به جایی برسیم که معنای این سخن مولانا را تجربه کنیم. دم به دم نو می‌شود دنیا و ما، زیرا همه چیز را با کلمه می‌بینیم. با تصفیه سازی حافظه خود، همان گونه که سهراب گفته چشم‌ها را می‌شوییم تا جور دیگر ببینیم. و باز به قول سهراب، واژه خود باران است، خود باران یعنی خود زندگی. ریشه همه اعتیادها، کینه‌ها، تعصبات حافظه است که انسان را مبدل به یک موجود گذشته زیست و به عبارتی دیگر از لحاظ ماهیتی مرده می کند. به هر روی ما با عنایت به علم الاسما روز الست در قرآن کریم یک حافظه قدسی نیز داریم که هر آنچه از دانش و حکمت قرار می گیریم در اصل آنها را به یاد خواهیم آورد. زیرا ما در آغاز آفرینش به فرمایش قرآن کریم بار امانت را به دوش کشیدیم و علم الاسما را با نفس حق آمیخته ایم.